بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به ویدیوی امروز خوش اومدین. امروز میخوام نون درست کنم، نون ساندویچی که تو ایتالیا خیلی زیاد استفاده میشه. مواد لازم رو الان بهتون میگم، در هر صورت زیر همین ویدیو هم مینویسم. به 400 گرم آرد احتیاج داریم، آرد صفر، آردی که پروتئین بالایی داره. میتونین از اگه خارج از ایرانی که تو سوپرمارکت ها داخل ایرانین از نونوایی بگیرید، آردی که برای نون و پیتزا استفاده میشه. یه قاشق کوچیک شکر احتیاج داریم، 3 گرم خمیر مایع خشک، 30 میل هم روغن زیتون، 300 میل آب ولرم احتیاج داریم، 15 گرم هم نمک. خب یه مقدار از آب رو میریزیم تو در ظرفی که میخوایم خمیر درست کنیم. یکمیش هم میذاریم کنار. بعد خمیر مایع خشک و شکر رو، یا قاشق کوچیک شکر رو اضافه میکنیم، هم میزنیم. شکرم اضافه کنم، هم میزنیم. بعد آرد رو اضافه میکنیم. بچه من آردم اضافه کردم. الان میتونی یا با دست هم بزنین خمیر رو درست کنین یا با دستگاه. الان نمک رو اضافه میکنم بعد از اینکه آرد رو هم زدیم. نمک، و برای اینکه نمک ترکیب بشه اون اضافه آبمون هم اضافه میکنیم کم کم و هم میزنیم یا با دست درست میکنیم. در آخر روغن رو هم اضافه میکنیم، هم میزنیم. بعد خمیر رو میذاریم نیم ساعت بمونه. از اینکه روغن رو ریختیم و خوب ورز داریم، یه خمیر چسبناکی به دست میاد. اینطوری اینو میذاریم روکش میکشیم و روش رو میپوشونیم، میذاریم نیم ساعت بمونه. بچه هر نیم ساعت 3 بار خمیر رو روی خودش تا کنین، از کناره هاش بگیرین روی خودش تا کنین. همین هر نیم ساعت 3 بار انجام بدین و بعد میذاریم یه 2 ساعتی خمیر حجمش زیاد بشه. چون من آخرین بار هم خمیر رو تا کردم، همونطور قبلا نشون دادم. الان میبندم و میذارم توی جای گرم و نرم 2-3 ساعت خمیر استراحت کنه. بعد از 2 ساعت خمیرمون حاضره. ببینید حجمش زیادتر شده، 2 برابر شده. تخته رو حاضر کردم، روش آرد سمولینا ریختم و روی خمیرم یکم آرد میپاشم، آرد سمولینا. بعد یکم با دست باز میکنیم، تیکه میکنیم، میذاریم در سینی فرد تا نیم ساعت دیگه بمونه. آرد میپاشیم، یکم خمیر رو باز میکنیم. خب بعد خمیر رو میبرم، زیاد نباید باز بشه. بعد اینطوری چند تا تیکه تقسیم میکنم. بچه ببینین خمیر رو که بردم الان میذارم روی سینی فر
و میذارم نیم ساعت استراحت کنه. خب روشو میپوشونم، میذارم نیم ساعت بمونه، بعد میذاریم در فر. بعد از نیم ساعت استراحت خمیرا رو میذاریم، نونو میذاریم در فر. در فر 230 درجه به مدت 25 دقیقه، نیم ساعت. حالا باید خودتون ببینیم وقتی روی نون و پایین نون قرمز شد دیگه پخته. فر من زودتر میپزه، فکر کنم تو 20-25 دقیقه بپزه. 7 تیکه شد، 7 تیکه نون، یه تیکش هم اینجاست. بعد از 25 دقیقه نونمون حاضر شد. ببینید خیلی داغه. بعدم میبرم بهتون نشون میدم. بچه ها ببینید خیلی ترد شده. الان اینو میبرم نشون بدم چجوریه. بیرونش ترده، داخلش هم نرم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما این رسیپی رو درست کنین، خیلی خوشمزه میشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.